توی این پست قرار این پیتزا استیک گوشت خوشرنگ و لعاب و حجیم 2 نفره رو بررسی کنیم و یه نون سیر جذاب هم به عنوان پیش غذا که یه جورایی دلم براش تنگ میشه. اسم اینجا فست‌فود تبریزه، اونم توی شهر آستانه. عجیبه به نظرم، یه سالن متوسط با میز و صندلی ساده و رستورانی و منوی شامل انواع پیش غذا و پیتزا و سوخاری و برگر. طبق معمول تو این فرصت تا غذامون بیاد شما هم 2 بار بزن رو صفحه و این پست رو لایک کن. مرسی. این که میبینید پیتزا نیست، نون سیر پیش غذای محبوب من، مخصوصا اگه این مدلی روی خمیر درست شه. و این سالاد سزار که عادت کردیم تقریبا همه جا با رسیپی غیر اصلی ببینیمش، و مرغ سوخاری اسپایسیشون که به طرز عجیبی حجیم و با تکه های بزرگ بود. پیتزا استیک گوشت با این فلفل دلمه های عجیب روش و سینه مرغ به این بزرگی هم بود که حتما دربارش تو کپشن می‌نویسم براتون. تو این پست قبل اینکه کپشن رو بخونید فقط با نگاه کردن به عکس غذاها حس و نظرتون رو برام کامنت کنید. بعد خوندن کپشن حتما براتون نتیجه تست جالب تر میشه.